دسته منتخب کره جنوبی از گروه بیرون نآمد و از سوم در گروه یک به ظهور جنبش کرد. خود کاپیتان اون سون هیون با مخلصانش مراجعت کرد که او را سونالدو گفتند و با کریستیانو رونالدو مانند کردند. از او می‌دور از زیرا میگه کریستیانو رونالدو بودن آسان نیست. این لقب از آمیزشی نسب سون و نام یکی از بزرگترین فوتبالبازان تاریخ جهان کریستیانو رونالدو پیدا شده است. مخلصان با این راه مهارت بلند تکنیکی سون، قابلیت گلزنی و تاثیر بزرگی او را با بازی منتخب کره جنوبی قدردانی میکنند. سون هیون در صحبت با خبرنگاران گفت که مقایسه کردن با رونالدو برای او افتخار بزرگ است. کریستیانو رونالدو یکی از بهترین فوتبالبازان تاریخی ورزش است. وقتی مخلصان مرا سونالدو مینامند، این را همچون نشانه احترام قبول میکنم. من برای چنین دستگیری از همه آنها منتدارم، اما همیشه کوشش میکنم که مثل خودم باشم و راه خود را در فوتبال ادامه دهم، گفت کاپیتان کریگی ها سون. این تاکید کرد که موفقیت های او نتیجه زحمت تمام دسته می باشد.